که او مرد همیشه زن خود را آزار و اذیت میداد، همیشه آزار و اذیت میداد. زنش بر شوهرش گفت ای شوهر، اگر بعد از این تو مرا آزار دادی من شکایت میکنم، من شکایت میکنم. شوهر به زنش گفت به کی شکایت میکنی؟ به پدرت برو، به مادرت برو، به برادرت، به هر که شکایت میکنی شکایت بکن. زن از جای خود بلند شد رفت طهارت گرفت. بعد از طهارت آمد 2 رکعت نماز خواند و دست خود را به سمت آسمان دراز کرد. تا شوهرش گفت شوهر امروز من به خدا از دست تو شکایت میکنم. وقتی این کلام از زبان زن کنده شد دست و پای شوهر بر ارزا آمد. گفت عزیز من این کار نکن که مرا برباد میکنی. گفت مرا بسیار آزار دادی. گفت تو به الله چی میگی؟ گفت به الله میگم که پروردگارا شوهر من هدایت کامل نصیب بگردان، شوهر من انسان خوب بگردان. گفت شکایت تو همی است؟ گفت بله. گفت همی دعا را بکن در حق من. بعدش به زنش چی میگن؟ زنم تو یک فرشته بودی، تو چقدر زن خوبی بودی، این همه اذیت دادم تو را، این همه تکلیف رساندم به تو، امروز به من دعای خیر میکنی؟ مادر به خدا بهترین رزقان داری که از او رزقان محکم بگیره تو را به سمت خدا ببرد. مادر بهترین سلاح داری که هر دشمن را شکست بدهی. مادر بهترین دوای برای تسکین درد شوهرت داری، ولی متاسفانه تو استعمالش نمی کنی. وقتی چرا نماز نخواندی؟ مولای صاحب در عروسی بودم داخل هتل که آرایشم خراب میشه. چرا نماز نخواندی؟ مولای صاحب در فاتحه گیری بودم نمیشد اوجا دیگه. چرا نماز نخواندی؟ مهمانی مصروف بودم نمیشد دیگه. مهمان خانه ما آمده بود. مادر گرامی به همه چیز ما فرصت داریم، به 10 دقیقه به خاطر خدای خود فرصت نداریم. آیا واقعا بسیار ما بندگان جفاکار و بندگان بیوفایی نیستیم؟ خدا 420 دقیقه در یک شبانه روز به ما میدهد. 420 دقیقه. بعد از 420 دقیقه کلش شمار کنی 30 دقیقه نمیشه. 17 رکعت نماز فرض که ما تو میخوانیم. پس اول پیام مادر گرامی نماز خود را اصلاح بکن. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها شبها عبادت میکرد تا به صبح گریه. بعد از اینکه صبح به پایان میرسه شبهای زمستان بود، صبح چه میگفت؟ ای شب چرا اینقدر کوتاه هستی که نتوانستم الله خود را بیشتر و بهتر عبادت بکنم.